شارژر باتری 60 آمپر مدل ASL 14000. شارژر این دستگاه سریع و بسیار هوشمنده و برای انواع باتری‌های 12 ولتی مثل خودرویی، موتوری و UPSی با قدرت خروجی 60 آمپر در کمترین زمان ممکنه و قابلیت قطع شارژ داره و همچنین میتونیم باهاش تست شارژ دینام خودروهاتون رو انجام بدین. برای تست شارژ دینام خودروتون خودروی مورد نظر رو روشن میکنین و گیره مشکی رنگ رو به قطب منفی باتری و گیره قرمز رنگ رو به قطب مثبت باتری مورد نظر متصل میکنین. عددی که در صفحه نمایشگر دیجیتال مشاهده میکنین تست شارژ دینام خودروی شما که اگر این عدد بین 13.5 تا 15 ولت باشه یعنی شارژ دینام شما سالمه. کمتر از اون مقدار شارژ دینام خراب و بیشتر از اون مقدار شارژ دینام اضافه است. برای شروع عملیات شارژ باتری 12 ولتیتون چه باتری روی ماشین باشه و چه باتریتون خارج از ماشین قرار بگیره، پس از اتصال گیره ها سیم برقی که در پشت دستگاه تعبیه شده رو به پلیز برق متصل میکنیم. کلید پشت دستگاه رو در حالت روشن قرار میدیم. اگر کلید 01 دستگاه رو در حالت 1 قرار بدیم عملیات شارژ باتری شما آغاز میشه. صبر میکنیم که این عدد نمایشگر به محدوده 14.5 الی 14.6 ولت برسه. در این صورت باتری شما کاملا شارژ شده و دستگاه به صورت اتوماتیک عملیات شارژر رو قطع میکنه. به این نکته هم توجه بکنین که بهترین بازه عملکرد برای شارژر 60 آمپر باتری های بین 7 الی 250 آمپر ساعت مناسبه.